تو هم نمیدونی چجوری میتونی پشت شیشه رو وقتی که دسترسی خوبی بهش نداری راحت تمیز کنی؟ این وسیله که براتون آوردم مخصوص این اتفاقه، با 2 تا آهنربای فوق العاده قوی. داخلش هم که میبینین یه پد مخصوص، اینجا هم یه دونه لاستیکی براتون گذاشتن که مثل برف بکن ماشین عمل میکنه و یه آهنربای فوق العاده قدرتمند که وقتی که به شیشه میچسبونین، یعنی اینو میذارین این ور شیشه، اینو از پشتش میارین میذارین، اینجوری حائل میشه و میتونین به راحتی کار تمیز کردن رو انجام بدین. یه دونه تناب اطمینان هم براتون گذاشتن که اینو وصلش میکنین به داخل که اگه به هر دلیل این پشتش افتاد از دسترس خارج نشه. داخل بستش هم 2 تا پد یدک و خارهای اضافه‌ش رو براتون گذاشتن برای نصب کردن که ادامه همین ویدیو کارکردش رو از نزدیک با هم می‌بینیم.